نشر تصاویر محفل سالگرد ازدواج فرخنده و ارشاد در پاکستان و همچنان رقص‌های خواهرانش چرا هر بار عکس‌ها و ویدیوهای فامیل ارشاد فرهمند توسط هر فرد که هست در صفحات اجتماعی به نشر می‌رسد؟ آیا این کار را خودشان می‌کند یا دیگران؟ سلام، من شما را خوش آمدید میگویم با یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. همچنان اگر عضو کانال یوتیوب من نشدید، برای عضویت در کانال من علامت سابسکرایب را فشار داده تا از ویدیوهای دیگر جذاب کانال من نیز آگاه شوید. فامیل ارشاد فرهمند یکی از یوتیوبرانی بودند در افغانستان که همه روز ولاگ نشر می‌کردند و ولاگ هایشان بیننده خیلی زیادی داشت. فامیل ارشاد فرهمند یکی از فامیل های ولاگر در افغانستان بوده که همه وقت تلاش کردند تا بهترین ولاگ ها را به ثبت برسانند. همچنان فامیل ارشاد فرهمند علاقمندان بیشماری در افغانستان و خارج از افغانستان داشتند. ارشاد فرهمند یگانه عضو این خانواده بود که اولین بار روی تصویر آمد و برای خودش کانال یوتیوب ساخته بود و گزارش های شهری آماده میکرد. سپس در چینل یوتیوب کابل فنز ها گروهی کار میکردند و بعد از اینکه تقاضای مردم شد برای خودش کانال یوتیوب ساخت و تمام اعضای خانواده را روی تصویر آورد. اولین باری که روی صحنه آمدن عروسی ارشاد فرهمند گذاشته بود و با خانمش، خواهران، برادرش و مادر روی تصویر آمدند. برای فامیل ارشاد فرهمند طالبان اخطاریه های پیش از حدی داده بود که بعد از آن ارشاد فرهمند زندانی گردید و افغانستان را به مقصد کشور پاکستان ترک کردند. اکنون در پاکستان برای خودشان خانه، جای و زندگی جدید ساختند و خواستند محفل از سالگرد ازدواجشان را جشن بگیرند و همچنان نشر تصاویر ویدیوهای رقصشان توسط یکی از یوتیوبران. دوستان از شما هم نظریات، انتقادات و پیشنهاداتتان را در قسمت کامنت بنویسید. همچنان اگر عضو کانال یوتیوب من نشدید، برای عضویت در کانال من علامت سابسکرایب را فشار داده تا ویدیوهای بعدی من. الان نگهدارتان.